بعد میره سمت نازل رو چک میکنه که نازل داره کار میکنه یا نه، دوباره برمیگردونه سرش نازل رو بعد چند ثانیه اوکی. بعد شروع میکنه پمپ کار کردن که پمپ کار میکنه یعنی شیر برقی رو آزاد میکنه، یه مقداری آب میده بیرون اگه البته بویلر پر باشه. الان بویلرش که خالی هست ولی آب دادش. دیدی؟ بله آسیاب هم شیر داره برق همه خودش. چی. آره میگم خودش آسیاب هم داره. آسیاب برای این توی تست نمیاد چون بنا به هر دلیلی اگر دون توش باشه آسیاب کار کنه یه مقداری آسیاب میکنه توی این. خب بعد که تو میخوای قهوه بگیری اون میزان اون مقدار پودری که آسیاب کرده اضافه تر نسبت به اون پودر اولیه که باید وجود داشته باشه. بخاطر همین ما بحث آسیاب و تست دستی گذاشتیم. الان همه چی دیگه آماده کار کردن. اگر سفر نگاه کنی این میره روی هیتینگ که گرم بشه تا 60 درجه یا 70 100 که خیلی دمایی کنه. ما تا 94 درجه میذاریم گرم بشه.